حرکت طالبان در پی دره پنجشیر گرد افزودن نیروهایش خبر قبلی خود درباره اشغال این آخرین ولایت خارج از نظارت آنها پس گرفته است. نماینده طالبان بلال کریمی هنوز شام جمعه ادعا کرده بود که جنگیان طالب 5 ولسوالی از 7 ولسوالی ولایت پنجشیر را اشغال کردند و اکنون تمام افغانستان زیر نظارت آنهاست. خبر تصرف 5 ولسوالی پنجشیر، شتل، آنوبه، آبشار، خنج و پریان را طرفداران طالبان در کابل تمام شب جمعه به شنبه با تیر و موشکپرانی جشن گرفتند و بنا به خبرها در جریان تیرپرانی ها و موشک اندازی های آنها در پایتخت افغانستان دست کم 17 نفر کشته و ده ها تن زخمی شدند. اما نمایندگان جبهه مقاومت ملی میگویند که توانستند نیروهای طالبان را در آنوبه و پریان به دام بیفتانند. بنا به نقل این منابع به نیروهای طالبان امکان دادند که تقریبا بدون جنگ به درون دره پنجشیر بروند و بعد گذشتن آنها راهها را از دو طرف ترکاندند. همه راههای برون رفت را برای جنگیان بستند و آنها را در محاصره قرار دادند. جبهه مقاومت از کشته شدن دهها جنگی طالبان و اسارت 500 نفر آنها از جمله فرمانده قطعه سرخ یک نیروی ویژه طالبان خبر میدهند. جنبش طالبان در اول ماه آگوست در پی خروج نیروهای ائتلاف بین المللی توانست در بین همگی 10 روز قریب تمام قلمرو افغانستان را تصرف کرده. روز 15 آگوست وارد پایتخت شهر کابل شود. اکثر شهر و ولایت‌ها از جمله کابل به طالبان تقریبا بدون جنگ تسلیم شدند، ولی ولایت پنجشیر به طالبان تسلیم نشد. در حال حاضر ولایت پنجشیر از 34 ولایت افغانستان است که خارج از نظارت طالبان باقی میماند. در اینجا چند هزار نفر جمع آمده جبهه مقاومت ملی را به رهبری احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود شکل دادند.